من خودم دو تا ولی داشتم من کسلی را چیز نه فقط خاطرش گابزا ناسترینش خوب شود. و اپراسا открыто بود نه دخترم. من خدا عذاب کردم خدا برکت چون من خذاب کردم که باور کن گرد حاضر بیرون درون درجه کی میکنه که این گاشو خدا قسم ذره اگر وجدانی انسانی در دل داشته باشه حیات نمیبره. این خیلی در کف جبر جان خسر چخیره سازای نگاه بین حالتایی که خیلی چی میشه هموای اگانی سه کودک ما شگرونش خیلی نگاه میکنم چخواه کنم خیلی کیده برام بتون شما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. уважаемые братья и сестры, برادران و خانم و حاجیان محترم. ما با همین گروه авантур اومدیم. شما در همتون در پیشنهاد میکنم группу را. Советуем вам эту группу, машаллах. Очень хорошие проводники. Встречают нас прямо в аэропорту в Москве, привозят прямо до Медины, до Мекки. Как сказать еще у нас, машаллах, альхамдулилля, вам все показывают, экскурсии автобусные, бесплатные. Вы один раз сюда приезжаете, вы можете, возможно, вам сделать вторую, третью, четвертую умру. Тут как бы сами люди все договариваются, все устраивают, очень все красиво, легко. У нас отель находится прямо очень рядом, 3 километра, где-то 2 километра до Каабы прям. Можно до автобуса добраться, да, можно пешком дойти, вообще без проблем. Посмотрите, мы находимся в таком красивом месте, машаллах. Очень красивом месте, баракаллаху фикум. Пусть Аллах примет наши умры и ваши умры, и я делаю дуа. Пусть Всевышний Аллах приведет каждого мусульманина в свой дом. Аллахума раббана анзильна мунзаля мубаракату ва анта хайрул мунзилин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Не забывайте, вот наша группа «Авантур». اینک برادران عزیز، خواهرای محترم، اپای عزیز، ما حضور داریم در بلنسای استقلال. اینا بعد دوربینی برادر عزیزمون اکا عبدالجبار اومدیم اکا. سلام علیکم اکا جانم، چه خیلی خوبه کی تنجا کی سلامتی رو نصرینو چه خیلی یک سلام علیکم همراه برادرها که هر سلام علیکم همه کسا همه برادر و خواهر و اپا همتون در رحمت همتون در شلو با هم خدا نپرچه ما هم گذشت خدا برکتون تا خدا خوری زوره نبینید خداوند نگهبانتون باشه. چه شد اکا عبدالجبار کی اومدی؟ روز شنبه اومدم. پیرس را روز چهارشنبه کردم. یک پوچام ورام کرده. من کسل قند دارم که. من پوچا ورام کرده روز رفتم نه اوزی کردم. میگه او گرفته اینجا. او گرفته؟ کو وراچ ولی پیرس دا که بیا کو چی میگه؟ اگر بونا کار کویش نکنن یکم شپریس خیلی نگیرن. او البته تویش میشه. شلنگ موندگی نبوده نه؟ شلنگ است این شلنگ. پرچتکی که همین درون داشته میشه ها. برادران عزیز اکا عبدالجبار در بلنسای استقلال در 5B یکم اتاج حالت 126 ما 126 ولی طول چند روز شما درجه خوب میرین اکا؟ نمیدونم کد نمیره بیام ببینن چی میگن. پریمیر نه هیچ کی نه. دوم 20 روز خوب کردم. در همینجا عیناً همین بلنسا دا؟ دوم 20 روز. من بلنسا دا دوم 20 روز ما خوب کردم. و اپراسا открыто بود نه دخترم. نه دخترم. این دو فهم همون خیلی. خیلی که خدا میگم نشاور تاریخی. بود دوزان برای شما خوبتره که تیز مخته میشه. عذاب میکشی. عصبی نه پرابلم دردی که مثلا خطا عذاب میداد با این روزا محتاج شده که پیش برادرها ببروی مثلا دستگیری کنن تو یک کس میگه که پوش نفسه مثال بلای او نمیدوا که وقتی که جراحی کردن هست میگن انیق دقیق حالی دکتر گپ زدگی نیست بعد جراحی هنی تاریش انیش کردم درو تمای راستکیشه درو رفتم دای ای همون سو وقتی که میرسد نه وقتی که رفته پوکالتاش دم داخل میخواد میکشه بعد این در استخوان سایدینیت کردگی در قیموش خطی پوچه ها درون استخوان دا دختگی هم خیلی همون کمتر درون رفتم دای برادرها چه خیلی توضیح رگم که زنگ میزنن احوال پرسی میکنن نکه عذاب و شکر و هم ماش زنگ میزنن خدا برکت ای دستگیری مردم چه خیلی اکا مینادار هستی اکا جان میشه تو آسمون خداوند خوری و زوره نبینن شلو با هم خدا ما هم سوچم همه وقت دستگیری میکنم آدم رو خداوند بیقبال نکنه ما هم خزم رو بگردم همه شب خدا دستگیری من خدا عذاب کشیدم خدا برکت چون من عذاب کشیدم که باور کن گرد هیچ نگفتنی حاضر بیرون درون درجه کی میکنه اکا؟ این گاشو بوده قطیتون کیه درجه؟ اویلم اویلتون ها؟ همین روز گفتن میخیزونم که باید پاورم بود گفتن خیلی بسکو پاورم کرده
همون دیگه میترسی فقط یکی نزنه آهن برو یا چیزی نازکه برای نوامی روز کدگی هم اکا عبدالجبار جان وقتی که بالینسا میای اگر آدمی ساز باشه یا برای درماند و بیمار میشه اکا من دمو 20 روز خوب کنم اینم با من باور کرد هیچ یکون پرابلم بالینسا نگاه بین همش سوزه پروسه دیل تا میگیرم بالینسا با یک جا خورات حد یقل بوچه کار نکی یا بخیز یک قدم یا بزنی فرق کرده یک سبینی وقتت خش شوه گم فقط پلاتا داریم خش تا برو یارو رفیقه اومده رفته میشه و میشه خشو شگرو میشه همش اومده سه خشو میشه این دوستان عزیز در نام خدا همه جانم تا برکت تا خداوند خوری را نبینین پدران مادر خواهران اکا دادم من همه تون دا گپ خدمت میگم که من ساچم همه وقت یاردم میکنم همه وقت شالا با امر خدا باز هم با برادران میگه که از همه دا بایگری برای انسان ای سلامتی محتاج چیزی بیزی به خداوند یگان بنده را محتاج نکنه خداوند همش سربلند باشه بله اکا بله محتاج چیزی بیزی به دوستان عزیز خاص از برای الله حاج ما کردیم جرای رفته سین نگاه کنین حاج میگه که با میترسم که یکی دیم برا نگن که خویش میکنن یا فلان میکنن ایسوسو همه انسان از همه خوب براش سلامتی دل تمیگره بار کمی دختر با خدا قسم بین همه کسا دهه ماه شریف آخرانه شاید که نوار در همه اسپید کنیم در اید پرتمی پس اید چی میگم دوستان عزیز در حق اکم دعا کنین این نمره دستش در روی اکران میمونم یکی یگون کس میخواه از نزدیک ببینه او حال پرسی کنه این دیگه برادری قیامتی هر یک کدام ما و شما میتونه که لوبای وقت زنگ زنین بیاین مهمونی طرف خانواشون که های قراتو که های زیبا داره یک مهمونداریتون میکنه باور کنین در روز پسی وقتی که در کنار یک شخصیت میشه به خدا قسم ذره اگر وجدانی انسانی در دل داشته باشه یاد نمیبره روز برادران عزیز امروز هم فقط دلیل اومدن ما برای چی در بالینسا که بسیاری گفته بودن که این ممکن شیطانی کنه و پروسا پولا کار کردن مثال نکردن اینا ما میدونستیم تاکسی میزد فلان نکرد خی میگن شنیدن که بود مانند دیدن پر انسانایی که یک گم میزنن همارم زور ما تاکسی میزدم و قرض دار بودم اصلا کار یگان جای شرم حیاش یگان جای زفدلوگیش نیست که برای زندگی انسان لوبای وقت مبارزه میبره تا مرگ تا جان در بدن داره که مبارزه میبره به همین خاطر امروز هم فقط دلیل برای شما بینین با خدا قسم ما فکر میکنم اگر ای اما 100% 1% آدمی که تری ای خدا به خبر نباشن کار کنه بسیار شیش وقت برای پول سلامتیش زیر خطر نمیمونه میگه که فلان بیمدون همین خلاصه اکا جان سلامتی یکم درجه با خدا من برای سلامتی خونه ما بگیرم پوم اولی نشه خون دبرون زندگی میکنم همه دراگی تا بگیرن و سلامتی یک شخصیت تا ما بتونیم پوم اساس کنن تمام همه چی ما بگیرم یگان چی در کار نیست من اکا عبدالجبار یک چیز حقیقتا امی کنکر نجاته که در سلامتی ساز بودن درد نداشتی اکا تماما سلامتی که خوب بود یگان بارم خیلی احساس میکرده که اوحال بیمار چخلای آدمی سالم چخلای بدم دو تاین ولی داشتم من لبوی آدمی زود یعنی شناس من بیگانه را میدیدم که اما آدم خاطی آوپس میکنم کسالی را چیز نه فقط خاطیش گاب زد ناسترینش خوب شوا این نمی قگاب چیز آوردن و چیز دادن فقط معامله محتاج میشه که از بیا گاب زنی تمام حاجی دو تا خواهرچه‌ای که ما دیدم اپای عزیزم سلامتیش کنه در کجا یادش خونه دو در موضوع بردن اوش خونه خسرو خونه خسرو خاطی سه گودا که خدا این خیلی در کب جبار جان خسرو چخیل سازای نگاه بین حالتایی که خیلی چی میشه هموای اگانی سه گودا که من شگرونش خیلی نگاه میکنم چخواه کنم خیلی که ده بارم بتون شما رو بله در این سال فرزندی پدر که خدر نگاه که من دوزی باریم پارتیم شم بله انشالله خیلی نیجه در همراش ینگم در بهترین شخصیت خوب بهتر همه همه وقت در بر شاید دستگیری میکنه با این ما درون بالینسا هم یک واقعه اشید که باور کردن این هیچ باور نکردنی الله همه مانه نگهبان باشه انشاءالله هر کسی که میخواین نمره اکم در روی اکران زنگ زنین اولش پرسون شوین بهترین میشه در آخر چی گفتن یک جونی من خداوند همش برکت تا همه مهاجرا رو خداوند نگهبان باشه زن و مرد و پدر و مادر همش خداوند بیقبال نکنه خداوند همه وقت سربلند باشه آمین الله اکبر دوستان عزیز هر کسی در پخش مستقیمین خواهش فقط در حق اکد دعا کنین حاجی با دعای شما به نهایت محتاجیم الله یار و مددگارتان خیر دوستان عزیز